درود به همه همراهان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که در جریان هستید، یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که بچه‌های مبتلا به بیماری آرپی درگیرش هستن، بحث کسب و کار و اشتغال هستش. در این راستا از جناب دکتر شهبا ما دعوت کردیم و خواهش کردیم که بیشتر تو این موضوع راهنمایی کنن. ممنون میشم دکتر شهبا توضیح بدید برامون که چطور میتونن این بچه‌ها کسب و کار و اشتغال داشته باشن واسه خودشون با شرایط آرپی. به نام خدا، خیلی خوشحالم که در جمع دستاندرکاران مؤسسه‌ای که در حوزه آرپی فعالیت میکنن هستم. امیدوارم به عنوان عضو کوچکی بتونم مثمر ثمر باشم. تو حوزه کسب و کار خب زوایای مختلف قضیه میشه نگاه کرد، طیف‌های مختلف داره. معمولا مبتلایان به این بیماری آدم توقع راه اندازی شرکت یا کسب کاری بزرگ رو تو فاز اول نداره. معمولا میرن در گروه زمره مشاغل خانگی و خرد قرار میگیرن. خانگی خب اسمش همراهش، خردم ممکنه کارگاهی بزنن، چند نفر با هم بشن شروع کنن تو مجموعه کار کردن. الان وضعیتی رو که بخوایم شروع بکنیم یا استارت بزنیم، پیشنهاد من با دوستان این بود. عملا چندین جلسه داشتیم، هم شناخت من از مجموعه مؤسسه و اعضایی که داره بیشتر شد، هم برنامه رو تقریبا گفتیم. تقریبا به نقطه تفاهم رسیدیم که از کجا شروع کنیم بهتر بتونه موثر باشه. معمولا اولین گام اینه که آیا اون فرد مستعد و مساعد برای اون کاری که خودش پیشنهاد میده، یا اگر ما بخوایم پیشنهاد بدیم آیا اون فرد مستعد اون قضیه هست یا نیست. یعنی یه بحث اول خودشناسیه. فرض رو برای میذاریم که بخواد کاری رو راه بندازه. خب اگر فردی کاندید شد، من دیگه از اول بعد با اجازه بهش میگم یک متقاضی کارآفرینی. الان من اینجا من بعد دیگه من راجع به بیمار یا بیمار آرپی صحبت من بعد نمی‌کنم. یه متقاضی کارآفرینی واقعا فرقی هم نمی‌کنه. در نتیجه باید ببینیم چه کسی، یعنی یک شعار داریم، به قول معروف یک گیومه خاص داریم، چه کسی به درد چه کاری در کجا، یعنی محل راه اندازی کسب و کار، چگونه و در چه زمانی کسب و کار میتونه راه بندازه. راه اندازی این کسب و کار نباید خارج از عرف باشه، عملا باید هیجانی نباشه. بعضی از ایده خیلی هیجانیه، پس ما روی کرده پایداریه توی قضیه باید فهمید. خب حالا اگر فردی خواست وارد این قضیه بشه، یه بود روانشناسی کسب و کاری یا روانشناسی کاری کوچیک داریم. قدم بعد باید یه مدلی هست، مثلا بهش میگن ایکیگای ژاپنی. البته تو مدل موفقیت ما تبدیلش کردیم به مدل کسب و کار. آیا علاقه به کسب و کار داره، چقدر مهارت داره و توانایی داره. که این گروه از دوستان ممکنه تو بعضی از توانایی‌ها ضعیف باشن، ولی بعضی از کسب و کارها میتونه متناسب با توانایی‌های دوستان باشه. و واقعا بازار چقدر به اون حرفه‌ای که اینا انجام میدن و محصولی تولید میکنن نیاز داره، و نهایتاً باید طوری کار بشه که بازار بهش و مشتریان بهش پول بدن. ما اینجا دیگه دنبال یک کسب و کار پایدار با رویکرد اقتصادی هستیم. این قدم اوله. حالا اگر این قضیه اتفاق افتاد، دیگه ما میتونیم بگیم فردی رو که متقاضی کارآفرینی بوده با رویکرد روانشناسی فرد، رویکرد جامعه شناسی، یعنی اونجایی میخواد کار کنه و اونجایی میخواد محصول بفروشه، با توجه به شرایط بازار، حتی چگونه محصولش رو به مشتری میخواد برسونه، همه عوامل در نظر میگیریم و متناسب اون فرد میشه شغل بهش پیشنهاد داد، یا شغلی رو که پیشنهاد کرده، یا به روایتی بگم اون کالایی یا حرفه‌ای رو که پیشنهاد کرده رو ارزیابی میکنیم. عملا یک جا دیگه میبندیم قضیه رو که وارد فاز بعدی میشیم. خیلی ممنون دکتر. شما در رابطه با راه اندازی کسب و کار صحبت کردید. سوال هستش که برنامه‌تون در رابطه با افرادی که کسب و کاری دارن میخوان بهبودش بدن و یا کلاً در رابطه با مهارت‌های نرم مرتبط با تولید و فروش چطوره؟ خب ما وقتی توی جامعه میریم، من خیلی جا درگیر
مشاوره بودم یا صحبت بودم، بعضیا میخوان ابتدا به ساکن کار را بندازن که خدمتتون توضیح دادم. اگر ایده خیلی نو باشه تو کشور مثلا استارتاپ میشه، وارد بازی هم نمیخوایم بشیم. حالا این فرد ممکنه قبل یک کاری را انداخته و خیلی هم هستن حسب سلیقه‌اش با شرایطش و چه بسا ممکنه شغل خانوادگی بوده، همه عوامل در جای کاری را انداخته و حتی سنتی الان میخواد بهبود بده، یا الان با فرهنگ راه اندازی کسب و کار آشنا شده، به این چی رسیده که این توانایی خیلی بهتر داره، اصلا خود کسب و کارشو عوض کنه. تفاوتش یه خورده با گروه اول اینه که یه تجربیاتی هم تو این مقوله عملا این فرد داره. پس در نتیجه فرض میکنیم یه کاری داره میخواد بهبود بده که همیشه حاکمه، یعنی با توجه به تغییرات سلیقه مشتری، تغییرات اقلیمی، تغییرات اقتصادی و شرایط عمومی که داره اتفاق کلا بگیم در کشور داره اتفاق میفته، اصلا دائما باید آماده تغییرات باشه کسب و کار. حتی خیلی وقتا کسب و کار رو عوض میکنه. حالا یه مدلی که داره کار میکنه بخواد بهبود بده، حتی ممکن موفق هست بخواد موفق تر بشه، ما مجبوریم یک سری آموزش‌هایی رو بدیم که من ترجیح میدم با این قشر از مخاطبانم دوستان با روش منتورینگ برم، یعنی و سیستم کوچینگ بریم، یعنی بیم تو بازی خیلی هم ما حرف نزنیم، سوالای کلیدی بکنیم، اونا صحبت کنن، جواب بدیم، بیاریم تو چارچوب، ولی یه قسمتایی رو هم صحبت کنیم که فضا ایجاد بشه و مدل رو داشته باشن، عملاً بتونن وارد بحث چارچوبایی بشن، حتی علمی رو بدانند، حسب موضوع چی میگن اقلیمی اجرا کنن. طبیعتاً باید راجع به اولین بندی اتفاقات قیمت گذاری که من این جنس رو هم تولید میکنم با چه قیمت تمام شده میشه، بعد طبیعتا وقتی بس قیمت میشه رقیب من کیه، قیمت من نسبت به رقیب کجای بازار قرار گرفته، در شرایطی که مثال میگم الان متورم زیاد شده، قدرت خرید مردم کم شده، چه نوع کالایی تولید کنم یا این کالامو چه ورژنای آپشنایی بهش بدم که بتونم بفروشم تا خط. پس یه مبحث راجع به قیمت گذاری صحبت میکنیم. قبل از اون یا بعد از اون مهم نیست، اینا همه تو دل همن. بالاخره اینا یه تکنیکای فروشی دارن. معمولا این قشر از بچه‌ها خیلی وقتا خودشون فروشنده خودشون هستن به صورت مستقیم، یا خیلی وقتا در فضای شبکه‌های مجازی مثلا فروش انجام میدن. خب حالا میتونه خود تولید کننده فروشنده هم باشد، نه میتونیم یه قشری داشته باشه اصلا کسب و کار اونا فروشه، این قرارش تولید کنه، این همونجور گفتم علاقه داره، مهارت داره، میاد تو فروش کالای این دوستانو میخره و میفروشه و اونم یه نوعی راه اندازی کسب و کاره. و تکنیک‌های فروش رو بدونن که طبیعتاً میره تو بحث استراتژی‌های فروش و تکنیک‌های مذاکره فروش. باید بدونه که بودای روانشناسی بیشتر، روانشناسی فروشنده، روانشناسی بیشتر میشه گفت که خریدار و مشتری. خب این وسط ما راجع به برندسازی باید صحبت کنیم. برند صرفاً یک لوگو نیست، صرفاً بگی من لوگوم اینه و لوگو الان برند نیست، خیلی از عوامل راجع به اینا توضیح میدیم. و این وسط ما دو قشر مشتری رو داریم. خود من وقتی دارم به خدمات میدم پس مشتری رو گروه، یه گروه مربیان کارآفرینی هستن که شعبه‌های کوچیک باید بشن در غیاب من اینو توسعه بدن، و یه عده هم کارآفرینانی هستن که بد نیست این مباحث رو بدانن، چون اگه کارا رو خوب تولید بکنن خوب میشه فروش، پس باید مبانی و مباحث بحث فروش رو بدانن. ولی حالا علاقه ندارن، حداقلاشو باید بدونن، درک داشته که درست تولید کنن که بشه درست فروخت. اگر نشه بفروشی و فردی هم که کارآفرین بوده عملا ورشکسته میشه دیگه. پس این مقولاتی رو که پررنگ ایجاد داریم، رویکرد آموزشی، منتورینگ، کوچینگ و اینا رو داره. حالا این وسط راجع به بحث بندی صحبت می‌کنیم، چون اینا دیگه مباحث خلاقیت همه جا هست، در انتخاب کسب و کار، در خلاقیت انتخاب مشتری، چگونه مذاکره کنیم، چطوری بحث بندی کنیم. طبیعتاً تو بازارچه‌ها رو بعداً به مرور ان شاءالله صحبت می‌کنیم، راه اندازی بازارچه‌ها چطوری بفروشن. و تنها چیزی رو خیلی تاکید دارم، اصلا نه بهش اعتقاد دارم و نه دوست دارم اتفاق بیفته، اصلا حس ترحم در مشتری نباید اتفاق بیفته. باید کالا اینقدر با کیفیت زیبا و خلاقانه تولید و بندی شده باشه، قیمت هم مناسب باشه، نمیگم کم، مناسب باشه که خریدار ببره. بذارید بعد بفهمه که یه عده هستن میتوانند شکلی هم تولید کنند
و اون ارزش افزوده بعداً ایجاد میکنه که یک جوری برند این جامعه هم درست میشه. این خیلی خلاصه از برنامه‌ای بود که داریم. ان شاءالله در کلیپ‌های بعدی میگیم این کار شد، مجبوریم جلسه اول بگیم میخواهیم این کارو بکنیم. کارم تیمیه، یعنی یک نفر نیست، مجموعه از قضایاست صحبت کرد. ممنون از شما و از صحبت‌های مفیدتون. امیدوارم که همکاری خیلی خوبی داشته باشیم کنار هم دیگه و اتفاقای خوبی رقم بزنیم. درود بهتون. در خدمتتون هستیم. منم موافقم و امیدوارم که اتفاق بیفته و مطمئنم میشود، چون چند جلسه که اومدیم همه در قالب NGO چون هست و کمر همت بستن. فاز اول تعداد مخاطب کمی رو مال آمار گرفتم که از ان شاءالله که این فرهنگش توسعه پیدا کنه، اصلا جامعه مخاطب ما بیشتر هم بشه، کم به عمل کرده ما بستگی داره شیوه کارمون و هم یه مقدار ایجاد باور در دیگرانی که نگاه کردن ببینن میشود یا نه. اون رو باید قدم بعد هدف قرار بدیم. اون بازار هدف و دید ما مشتری بالقوه آینده. حالا ما فعلا مشتری بالفعل رو داریم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. درود بر شما.